برنامه امشب ما درباره برندسازی است که ما شما دو نوش صحبت میکنیم: بزنس برندینگ و پرسونال برندینگ، یعنی برندسازی شخصی و برندسازی تجارتی. خب در قدم اول برند دلیل انتخاب شماست. یعنی امروز ما شما میبینیم که در مارکت محصولات خیلی زیاد است و از هر محصول ترکیبای خیلی زیاد داخل مارکت است. من کوشش میکنم از مثالهای بزرگ و مشهور استفاده کنم تا اینکه خوبتر در ذهن ما تصویر سازی شود. مثلا اگر موبایل هم مثال بزنیم، در بازار آیفون هست، گوگل پکسل هست، گلکسی هست، مثلا تلفن های چینایی چقدر هست، مثلا اکشن وان پلاس هست و همه قسم هنوز هم موبایل های جدید در بازار آمده که یکی از مثالاش میتونه نثینگ باشه، یک تلفن خیلی جالب و عجیب است. اینال چی باعث میشه که مصرف کننده یکی از این موبایل ها رو انتخاب کنه؟ برندش باعث میشه. یعنی هر کسی که درباره یک برند آشنایی خوب داشته باشه و احساس در مقابل از داشته باشه و درباره اون برند زیاد شنیده باشه یا قبلا محصولاتش استفاده کرده باشه، باعث میشه که یکی از این محصولات را انتخاب کنیم. خب من یاز محمد خیری هستم و دیزاین همه قسم هر منابعی که پیدا کردیم و مطالعه کرده رفتیم با خود یاد گرفتیم و کار ما از مجله ها شروع کردیم. از طراحی مجله شروع کردیم که مجله راز بود، مزار شریف، و آهسته آهسته از طراحی مجله تلویزیون کار کردیم که موشن گرافیک میشه. و همه قسم بعد از او وقتی که دانشگاه را شروع کردم کامپیوتر ساینس، دیدم که گرافیک دیزاین ربطی بسیار کم با تکنولوژی که من میخوایم داینده بیشتر یاد داشته باشم و مسیرم باشه ربط داره. از او خاطر آیسته آیسته رشته خود از گرافیک دیزاین تغییر دادم و UX UI یا User Experience دیزاین یا User Interface دیزاین، که از اینکه ما پروگرامینگ خوانده بودم دانشگاه آشنایی داشتم. از اون خاطر این رشته برای من خوبتر معلوم میشد که 3 سال در یکی از شرکت های سافتویر دیولپمنت در بخش یو آی یو ایکس کار کردم و اینجا شبکه های اجتماعی است که من فعالیت دارم. خب اینجا شبکه های اجتماعی خیلی زیاد از دیگه و من تقریبا در کلش یک اکاونت دارم، اما اینا بیشتر در دیزاین ربط داره و کارهای دیزاین خود رو اشتراک میذارم، مثل بیانس، تویتر، درایبل، فیسبوک یا تریدز که نو جور شده. خب برندسازی، خود برند چی است؟ ما فهمیدیم که برند باعث میشه که یک محصول انتخاب شود توسط مصرف کننده یا توسط مشتری. اما بیایم بیشتر آشنایی پیدا کنیم که خود برند چیه، ما چطور برند شکل میدیم. برند میگیم که احساسات مصرف کننده یا مشتری در قبال یک محصول، خدمات یا اونمو کمپینی است. وقتی شما یک محصول میگیرین استفاده میکنین، اونمو احساس را که در مقابل اونمو برند دارین، در مقابل اونمو محصول دارین، اینو ما میتونیم برند بگوییم. و به می اساس گفته میتونیم که برندینگ نتیجه است. نتیجه طراحی، تبلیغات و توسعه را که یک سازمان انجام میده، این نتیجهش برند میشه که اونمو احساسات یوزر را شکل میده، که این باعث میشه که اونمو محصول یا خدمات یا کمپینی معروفیت و محبوبیت یا اعتبار بین مصرف کننده ها داشته باشه. اینال چیزهایی که شکل میده برند چی است. در قدم اول تحقیق است. تحقیق چطور نقش داره؟ ای که شما میخواین وارد یک بازار شوین یا میخواین یک محصول طراحی کنین، نمیشه که کورکورانه دفعتاً برین فتوشاپ ها کنین دیزاین شروع کنین. مرحله اول در همه چیز چی است؟ تحقیق است. شما تحقیق میکنین که از کجا شروع کنین، چگونه، یا رقیبای اونمو محصول را که قرار است شما دیزاین کنین چیه، نقاط ضعف از او چی است، نقاط قوت از او چی است، این نوع مصرف کننده شما داینده خواهد داشتین وقتی که اونمو محصول یا خدمات را که شما میخواین طراحی کنین. از او خاطر تحقیق مهم است که شما در قدم اول تحقیق انجام میدین تا اینکه آگاه شوین از وسط اونمو مارکتی که قرار است شما یک چیز را وارد از اون مارکت بسازین. بعد از اینکه شما تحقیق کردین،
چی میکنین؟ میایین یک نام انتخاب میکنین و یک لوگو به اساس نام طراحی میکنین. نام خیلی نقش مهم داره، بخصوص فعلا برای ما و شما، برای افغانا که میخوایم یک چیزی بسازیم. انتخاب نام بسیار سخت است، به خاطر از اینکه ما تلاش میکنیم که نام ما هم انگلیسی باشه، هم فارسی باشه و هم تلفظ نباشه که در انگلیسی باز دیگه چیز تلفظ شوه و در فارسی دیگه چیز تلفظ شوه، یعنی تلفظ سخت‌تر داشته باشه. از اون خاطر ما شما تلاش میکنیم که یک نام پیدا کنیم در کنار از اینکه مفهوم و معنای خوب داشته باشه، باید صدای خوب هم داشته باشه و وقتی که تبدیل میشه به یک زبان دیگه بازم تلاش کنیم که اونمو صدای خود از دست نده، به خاطر اینکه که هر کسی که یک نام به چند گونه تلفظ کنه این یک چی میکنه، تصویرهای جدا میسازه. یعنی که فرض کو چند برند است، هر کس نامای متفاوت میگیره دیگه. از اون خاطر تلاش شود که باید نام صدایش حفظ شود در هر زبانی که تبدیل میشه. و به خاطر انتخاب کردن نام روش های زیاد هست، وبسایت های زیاد هست فعلا نام جنریت میکنه برای شما. معمولا ناکومشان به زبان انگلیسی هست، به زبان فارسی تا حال ما کدام وبسایت ندیدیم که نام جنریت کنه، اما به انگلیسی خیلی زیاد هست که میتونه شما را کمک کنه اون انگلیسی جنریت کنین، ترجمهش کنین یا بررخنه. و یا ای که یک روشی که من استفاده میکنم به خاطر انتخاب نامی است که کلمات مترادف را که ربط داره به مفهوم اون سازمان یا شرکت میکنم جمع آوری میکنم و این کلمات دوباره میرم از دیکشنری های فارسی استفاده میکنم، میبینم که چقدر دیگه با کدام لغات دیگه ربط داره، یا لغات قدیمی یا لغاتی که ما شما خیلی استفاده کردیم. بعد از اینا رو جمع آوری همه قسم خودم میبینم که کدامش خوب است و همه قسم از دوستایی که فکر میکنم یا لازم است که نظرشان برای مهم است چی میکنم، امروزشان مشورت میکنم که یعنی کدام نام انتخاب کنم. و بعد از اینکه نام انتخاب کردین شما لوگو طراحی میکنین. لوگو نقش خیلی مهم داره، به خاطر از اینکه لوگو شکل باشه خیلی خوبتر، اما اگر یک فونت خاص هم باشه خوبتر است، به خاطر از اینکه ذهن ما اشکال سریعتر از کلمات ذخیره میکنه و پس دوباره تشخیص میکنه. از این خاطر لوگو برای شما کمک میکنه که کاربر یا مخاطب بدون فکر کردن یا بدون تصور کردن معنیش چی کنه، او رو به یاد بیاره اما برنده. از اون خاطر لوگو خیلی نقش مهم داره و شما میتونید که به خاطر طراحی لوگو دیزاینر استخدام کنین و یا ای که خودتان اگر مهارت دارین چیز طراحی کنین. و مو اساس اما خوب است که لوگویتان اما آیکنش یک مفهوم تصویری داشته باشه. و در کنار ازی که شما فونت هم که انتخاب میکنین خیلی مهم است، وقتی به خصوص دو زبان می داشته باشین. وقتی شما یک فونت انگلیسی رو انتخاب میکنین تلاش کنین که مثل امو یک فونت فارسی پیدا کنین، به خاطر ازی که دو رقم نام معلوم نشه وقتی شما لوگویتان استفاده میکنین، یکسان معلوم شود. بعد از اینکه لوگو رو طراحی کردین شما ضرورت به تیم سازی دارین. تیم سازی چیزهای زیاد است که در دفتر برای شما ضرورت میشه، اما ما یک لیست کوتاهیش اینجا بردیم. مثلا ست اداری که شما روزمره کاغذ و اسناد و چیزهایی را که استفاده میکنین یا کارت ویزیت و هر چیز دیگه که هسته میکنین یک تیم دیزاین میکنین که کل از اینا لوگوی شما، رنگ شما و فونت شما به صورت ثابت استفاده شده، به خاطر از که هر قسمت از سطح اداری که پیش یک مخاطب یا مصرف کننده می باشه باید تشخیص بده که اینمی از کدام سازمان است. و آیدی کارت است که آیدی کارت به اساس آیدی کارت کارمندای شما شناخته میشه، چی داخل سازمان چی بیرون سازمان. از اون خاطر طراحی آیدی کارت هم باید به اساس اونمو المنت ها یا اجزای تصویری که شما انتخاب کردین که نمایندگی از سازمان شما کنه، مثل رنگ است، لوگو است و فونت است، اینا را ثابت باید در آیدی کارت هم استفاده کنید. و همه قسم در بزنس کارت که معرفی کننده شما هست برای مصرف کننده. و دیگه قلم است که میتونین طراحی کنین، یک لوگوی خود بزنین، یک شعار خود در او اضافه کنین که معمولا وقت علم شما رایگان برای کسی میتین یا کسی
دندقه‌ای که استفاده میکنه حتمی متوجه میشه و لوگو و شعار میبینه. در کنار از این که شما کارتان رو با کیفیت نشان میده، یک تبلیغات هم میشه. دیگه بروشر است معمولا که چی میکنه برای شما محصولات شما را یا خدمات شما را جزئیات بیشتر توصیف میکنه، تعریف میکنه و اون مصرف کننده راحت میتونه بفهمه که این سازمان چی کار میکنه یا محصول شما در کدام بخش هسته. بعد از این شبکه‌های اجتماعی است. شبکه‌های اجتماعی خیلی مهم است در نقش از که مخاطب شما را بشناسه، به خاطر از که امروزه مردم خیلی علاقه‌مندی کم به تماشای تلویزیون داره. ما می‌بینیم که همه وقت خود در فیسبوک، اینستاگرام، تیک تاک، شبکه‌های اجتماعی میگذارن. از او خاطر خیلی خوب است که شما وقتی که یک محصول یا یک خدمات را که می‌خواین درباره‌اش طراحی کنین یا تبلیغ کنین، شبکه‌های اجتماعی را حتمی مد نظر داشته باشین و همیشه فعال باشین. مثلا در شبکه‌های اجتماعی از هشتگ‌ها استفاده کنین. هشتگ‌ها چی میکنه؟ کاتگوری بندی میکنه محتوای شما را. وقتی شما چند نوع محتوای مختلف در وبسایتتان نشر میکنین، خوب است که هشتگ‌های خاص برشان بسازین و استفاده کنین. این برای کاربر کار آسان میکنه که وقتی سر اونمو یک هشتگ کلیک میکنه، تمام اونمو محتوایی را که در اون مورد هست چی از شما چی بیرونی لیست میشه برای کاربر یا یوزر. و دیگه ای که شما خودتان میتونید هشتگ‌های خاص به نام سازمانتان طراحی کنین و هشتگ‌هایی که هر کسی که کلیک کنه یا منشن کند تنها محتوای شما رو برشان نشان بده. دیگه ما ایران نامش روزای خاص ماندیم. منظور من این است که مثلا سال نو میشه، عید میشه، استقلال کشور میشه، روزایی که رخصتی است، روزایی که در ذهن کل مردم است. شما میشه که نظر به او روز یک پست طراحی کنین یا یک پیام بگذارین که این باعث میشه که اونمو مخاطبین بیشتر اس نزدیکی کنه، به خاطر ازی که شما نشان میدین که اونمون روز برای شما خاص است، نه تنها برای مخاطبینتان. دیگه تولید محتوا است. شما وقتی که یک محصول میسازین، وقتی یک سازمان هستین، باید تولید محتوا فعال در شبکه‌های اجتماعی داشته باشین. مثلا میگم مثال میتونم محاسب سافت ویر است که در بخش محاسبات شخصی فعالیت میکنه. این حال ما به خاطر ازی که مخاطبین خود بیشتر بسازیم تولید محتوا میکردیم. تولید محتوا مثلا ما چی راهنمایی میکردیم در شبکه‌های اجتماعی که چطور پیسه تان جمع کنیم، اما تپس و تریک یا تکنیک هایی که لازم بوده و یا ای که محاسبات پیچیده مالی در تشریح میدادیم به صورت زبان. هر محتوایی را که مربوط اینمی میشد که یوزر کمک میکرد چی میکردیم؟ او را در شبکه‌های اجتماعی پست میکردیم. کوشش به این بود که ما با اون کاربر مخاطب کسی که سفر را فالو کرده در کنار از اینکه اون میای اپلیکیشن استفاده میکنه باید یک معلومات مفید برای ارائه کنیم تا اینکه اون همیشه ما را تعقیب کنه و برای دیگران پیشنهاد بده که این موضوعات خوب نشر میکنه، مرا این چیزا یاد داده همه قسم. و تبلیغات محصول است. خیلی شرکت ها در افغانستان وجود داره، محصولات خیلی خوب دارن، اما اصلا موفق نیستن که در شبکه‌های اجتماعی به صورت خوب و محصولات تبلیغات کنن. از او خاطر خوب است که هر محصول یا خدمات را که وجود داره ما در شبکه‌های اجتماعی به صورت منظم و قلم به قلم تبلیغات کنیم تا اینکه همه آگاهی پیدا کنه که این محصولات مربوط از این سازمان نشه. دیگه بازی مرتبط با نوع فعالیت سازمان است. مثلا شما سوال های مرتبط چیز میکنین، طرح میکنین برای مخاطب از طریق شبکه‌های اجتماعی که تا جواب بدن و چی کنن که شما ارتباط شون و همه قسم احساس نزدیکی تر پیدا کنن. و دیگه ای که چالش برشان طراحی میکنین و میشه که حتی جایزه تعیین کنین در اخیر هر کسی که برنده شد اونمو چالنجه. و می اساس شبکه‌های اجتماعی را با محتوای متفاوت، با محتوایی که برای یوزر ارزش قائل باشه، برای کسی که صفحه شما را فالو کرده
یک فایده برسانه دیگه، که تا بر همیش تعقیب کرده بره محتوای شما را. و گپ مهم دیگه که من ذکر نکردم این است که هر شبکه اجتماعی اما فرهنگ و ساختار خودش داره. مثلا شما وقتی یک محتوا را تنظیم میکنین، این نمیشه که کپی پیست کرده در کل ایش بردین. حتی سایز پست که شما طراحی میکنین ممکن نیست که در کل شبکه اجتماعی سازگار باشه. از اون خاطر شما چی میکنین؟ تلاش کنین که مثلا اینستاگرام همیشه تصاویر باید همونطور مکمل 4x4 باشه. از اون خاطر در فیسبوک با رقم نیست. کسایی که فیسبوک که در کامپیوتر استفاده میکنه با دو طرفش خالی میمونه. از اون خاطر شما باید چند دیزاین بر اساس شبکه‌های اجتماعی که با هم سایزشان نزدیکی داره استفاده کنید. مثلا توییتر زیاد مهم نیست سایز، شما میتونین که طراحی که برای فیسبوک کردین در اونجا بپرتین، اما وقتی محتوا متن نوشته میکنین باید کوتاه بسازینش. توییتر محدودیت داره. به این اساس خوب است که هر شبکه اجتماعی را فرهنگ و محدودیت و فرصت‌هایش هم در نظر داشته باشیم. بعد از پروفایل است. پروفایل یک داکومنت یا یک فایل می باشه که خود سازمان با جزئیات بسیار بیشتر معرفی میکنه. مثلا درباره خدمات میگه، درباره محصولات میگه، اهداف شرکت داخل از تشریح میکنین، حتی کارمندایتان معرفی میکنین با جزئیات، حتی لینک شبکه‌های اجتماعی کارمندایتان در اونجا میمونین، شرکایتان معرفی میکنین یا همکارای سازمانی که با شما کار میکنه را خودش معرفی میکنین. یعنی تمام روابط داخلی و بیرونی سازمان شما چی میکنین؟ در پروفایل تشریح میکنین که هر کسی که این داکومنت به دست بیاره ورق بزنه کامل آشنایی پیدا کنه با سازمان. و وبسایت و اپ از این که قبلا آدرس فیزیکی یا حضوری هر سازمان خیلی مهم بود و نقش مهم داشت. از این خاطر هر کسی که یک دفتر میخواد فعال کنه کوشش میکنه در قسمت شهر باشه که موقعیتش خیلی خوب باشه، که همگی دسترسی داشته باشه. ولی امروزه با پیشرفت تکنولوژی میتونیم آدرس های دیجیتالی داشته باشیم که هر کسی از هر گوشه دنیا راحت دسترسی پیدا کنه، که وبسایت و اپلیکیشن برای مصرف کننده همین خدمات ارائه میکنه. یعنی که اونمو کار را که داخل دفتر میشه و یک مشتری میاد تقریبا 80%ش با وبسایت و اپلیکیشن ممکن است، تا حتی میتونن که یک محصول را آردر بتن و بگیرن و معلومات را که خواسته باشن داخل وبسایت هست، هر معلومات را که خواسته باشن. و اپلیکیشن هم خیلی مهم است به خاطر که استفادهش راحت‌تر از وبسایت است. در وبسایت مثلا در کامپیوتر وقتی در موبایل آن میکنین نیتیو نیست و مثل که اپلیکیشن لود میکنه اطلاعات داخل موبایل خیلی آسانتر و سریعتر و بهتر می باشه. و وقتی که براوزر لود میکنه یک وبسایت که رسپانسیو می باشه با کمی تغییرات می باشه. اما اپلیکیشن خوب است که سریعتر کار میکنه به خاطر که بعضی اطلاعات همیشه ذخیره موبایل میکنه و خیلی خوب یوزر میتونه که ارتباط داشته باشه. و دیگه امکانات خود شرکت هم زیاد می باشه، میتونه برش نوتیفیکیشن روان کنه، میتونه برش مسیج روان کنه از طریق اپلیکیشن، میتونه برش ازش فیدبک بگیره پس به صورت فعال. اما وبسایت تا که وبسایت آواز نکنه فرد با این ویژگی ها را ما میتونیم باشه. از اون خاطر وبسایت اپ هم مهم می باشه برای نظر به نوعیت و سایه کاری سازمان تصمیم گرفته میشه. یکی از موارد دیگه عکاسی است. وقتی شما عکسایی را استفاده میکنین در شبکه‌های اجتماعی یا در هر جای دیگه یا هر سازمان برنامه‌ای می داشته باشه، خوب است که به صورت حرفه‌ای عکاسی شود. و عکاسی خیلی نکته مهم است که چی میکنه؟ کار برند با کیفیت نشان میده. وقتی یک کار با کیفیت بود او اعتبار بیشتر پیدا میکنه به مشتری یا احساسات مثبت القا میکنه و مصرف کننده. و قصه پردازی یک بخش است که خیلی کم کار شده یا اصلا بگیم کارم نشده برندهای داخلی کشور، اما برای برندهای بیرونی قصه پردازی بسیار نقش اساسی و مهم داره. اینال از این که تا فعلا من فقط تشریح کردم و شما سهم بگیرین. خوب است که هر کسی که در این بین کدام
قصه درباره سیب چک زده اپل داره یا مفهومی را که فکر میکنه چرا این سیب کامل نیست. دست خود بالا کنم انتخابش میکنم و چند لحظه فرصتش میتیم که برای ما تشریح کنه. باز این آخر من نظر خودم میگم. خب کسی هست که درباره لوگوی اپل چیزی بگویی که چرا کامل نیست؟ فرین جان خودت؟ تشکر نیاز جان. به نظر من از دید بیننده یا یک فردی که از دید تکنیکی نبینیم، جایی که کمبودی سیب است اونم جایی است که ما چشم او را متوجه میشه و همیشه در فکر ما میمانه. از دید بصری اگر ببینیم، از دید استوری تلینگ یا قصه پردازی او را میمانن به نظر ما به کسی که او را چی تعریف میکنه یا چی تعبیر میکنه و از او چطور یک مفهوم به خود کسی که میبینه او را برداشت خود، یعنی یک چیز باز مانده که کسی که بیننده است او را از خود یک برداشت داشته باشه. بله. خب درباره نمی سیب چک زده قصه های خیلی زیاد وجود داره در مارکت یا در بین مخاطبین که یکی از قصه هایشون قصه بگه یک سیب فروخته دو سیب ساخته و کسی تایی که خلاصه آمده لوگو رو بگه. یک قصه دیگه هم وجود داره که خب قصه های خیلی تعبیرات زیاد است. حتی بعضی ها ایره در قصه حضرت آدم علیه السلام ربط میده وقتی که میگه سیبره که چک زده و از بهشت خارج شده. اما قصه هر کسی به یک چیز ربط میده. اما قصه اصلی ای است که لوگوی اول خود نیوتن بود مکمل، زیر درخت شیشتگی بود و همون لحظه که سیب مفته ای به منظور علم است، از دید نشانه یا سمبول شناسی. و همه قسم ای میخواد که علم چیز کنه، تبلیغات کنه عقل با لوگوی خود. و بعد از این که تکنولوژی تغییر کرد رو به ساده شدن رفت، لوگو را از او لوگوی پیچیده که خود نیوتن با درخت بود تبدیل ساخت به سیب خالی. و از این که اونو جای چک زدگی به این معنی که استفاده شده، یعنی که شما استفاده کنین ببینین نتیجه را. از اونو خاطر در اونجا باریکی مانده و به می خاطر شما هر محصولی را که میبینین آشنایی دارین، هر محصولی که دربارهش زیادتر قصه پردازی شده، زیاد قصه گفته شده، اونا چی هسته؟ محصولات هسته که ما بیشتر انتخاب میکنیم، ما بیشتر استفادهش میکنیم به خاطر از اینکه همیشه سر زبانهای ماست. مثلا ایونت را که آیفون 15 را معرفی کرد، آیفون از یک قصه شروع کرد، از اینکه ساعت جدید آیفون جان چقدر انسان‌ها را نجات داده. قصه سازی باعث میشه که کاربرها اس نزدیکی تر کنه، بیشتر اعتبار بدن به یک محصول. از او خاطر خوب است که ما شما قصه های مثبت درباره برند خود بسازیم. دیگه ای که حمایت از رویدادها که هم خیلی کاربرد کم داره در افغانستان. مثلا ایونت های خیلی بزرگ در افغانستان رو اندازی میشه، تلاش کنیم که در اون ایونت ها نقش داشته باشیم و لوگوی ما در پولوی لوگوی سازمانی که برنامه را راه اندازی کرده در اونجا استفاده شود. این خوبیشی است که اونم قدر نفره که در ایونت میاین یک چیز را یاد میگیرن یا عکس میگیرن یا معرفی میشن که هر کسی اونمو برنده که لوگوهایش میبینن که از آشنایی پیدا میکنن و مثل ازی که اونمو برنده میزبان تمام کسایی که در این برنامه اشتراک کرده بوده. از او خاطر این کسایی که این لوگوها را میبینه آشنایی بیشتر کدشان میداشته باشه، نزدیکی بیشتر کدشان میداشته باشه و خاطر ازی که مثل یک میزبان از یا پذیرایی کرده این برنامه تا اینکه اینا چیزای خوب یاد بگیره یا برخورد با دیگران معرفی شون یا هر چیز مفیدی را که در اون اتفاق برنامه ها برشان اتفاق میفته. دیگه خوب است که گاهی ترندار هم تعقیب شود. ترندار منظورش از این که نوعیت های متفاوت دیزاین، هر سال یک نوعی از دیزاین مشهور میشه و دوباره روی زبان ها میایه و هر شرکت استفاده میکنه. مثلا اگر شما یاد ما باشه کسایی که سامسونگ استفاده میکنه اون سالهای اول دیزاین اندروید
رقم بود و حالا چقدر تغییر کرده. و همه قسم کسایی که آیفون استفاده میکنه، مثلا آیفون 4 مد نظر بگیریم چقدر آیکون ها 3D بود و خیلی جزئیات دیزاین زیاد داشته و فعلا چقدر ساده شده و کلش فلت شده. به می اساس خوب است که گاهی از ترندهای سال استفاده کنین تا ای که او ترندها به اساس انتخاب میشه یا به اساس مود میشه که بیشتر مصرف کننده یا مخاطبین اونمو دیزاین خوش داره و اس نزدیکی میکنه. از او خاطر اونمو ترنده که شما استفاده میکنین چی میکنین بیشتر اس نزدیکی بودن با مصرف کننده را خلق میکنین. خب این حال ما فهمیدیم که یا شکل میده برنده که دلیلش هوا بر انتخاب مسئول و سازمان شما. و خب چیزایی که من گفتم اونا در کنار از او خیلی چیزای دیگه آمد. مثلا حتی یک صدا میتونه که باعث شناخت یک برند شود، یک بوی خاص میتونه که باعث یک برند شود. مثلا صدای کلش آف کلان کل گیمش آشنایی داره کدش گیم کلش آف کلان وقتی که یک کس گیم پلی کنه کل گیم میتونه تشخیص بده که اونمو گیم از روی صدایش هسته. و می اساس موارد خیلی زیادی دیگه هم وجود داره که برند شکل بده. با این چیزهایی که ما گفتم تمام نمیشه. اینا فقط یک بخشی از موارد است که ما شما میتونیم که یک برند با اعتبار بسازیم. خب اینجا ما چند برندهای مشهور به رنگشان قرار دادیم. من که دوستای مقدمه هم میگیره یا نه که اینا را یکی باز کنیم ببینیم که کیا خوب عکس میزنن که کدام رنگ کدام برند است. از سمت بالا چپ شروع میکنی یا یا سمت راست؟ از آریانجان شروع میکنیم. باز از طرف از رنگ سیاه شروع میکنیم. آریانجان خود صدای ما رو میشنوی؟ سلام به همه. ولی میشنوم استاد. خوب است انتخاب نکنیم. هر کدام از اینه که تشخیص داده میتونی که کدام برند است برای من بگو، من کلک کنم که اون برند است یا نه. تشکر. رنگ آبی تاریک. آبی فکر تاریک میکنم پایین از طرف راست دوم. رنگ سال گذشته هم بود، رنگ سال بود و عنوان از طرف سازمان رنگ انتخاب میشه و در بسیار از استفاده میشه. کدام منظور مسئول میره است به نظرت؟ بلی کدام مسئول میتونه باشه به نظرت؟ فکر میکنم در بخش مایکروسافت استفاده میشه و در بخش نمیفهم ویندوز استفاده شده بود. میگن مایکروسافت است. امی آبی پایین طرف آبی تاریک گفتن. خیلی خوب. طرف راست. بله. خب ما کلیک میکنم ببینیم که چی است. و آبی رنگ سامسونگ است. آبی تاریک. خب من فکر کنم که اسکرین های هر کس رنگ ها را متفاوت نشان میده به خاطر ازی که دقت رنگ هر اسکرین فرق میکنه نظر به کیفیت هر اسکرین. مثلا موبایل ها رنگ درشتر نشان میده، اسکرین های لپتاپ رنگ نرمتر نشان میده، اسکرین های دسکتاپ رنگ شفافتر نشان میده. از او خاطر شاید تشخیص رو برای بعضی ها سخت باشه. خب نفر دوم پرسان میکنیم. احمد شهید جان خودت کدامشو تشخیص داده میتونی؟ سلام وقت بخیر. و از طرف راست طرف آبی که است به نظر من لوگوی آمازون است. طرف راست بالا پایین؟ بالا. ای توییتر است. آمازون نارنجی است. نارنجی میباشه. بله. خب فرخنده جان شما کدامشو تشخیص داده میتونین؟ استاد فکر کنم رنگ آبی مربوط فیسبوک باشه. کدام آبی؟ طرف دست راست اول یا دوم؟ دومش است. دوم.
یعنی عدس دقیق دادن، یعنی فیسبوک در کارش موفق بوده، تانسته که تنها با رنگش برند خود بشناسانه. خب آرون جان خودت سلام کدام به شه؟ همه. سیاه فکر کنم از اپل باشه. خودم خیلی دقیق عدس دی. معمولا اپل رنگ سیاه استفاده میکنه، ولی که هیچ رنگ استفاده نمیکنه. خب بعد از آرون جان، اسنا جان شما کدامش عدس زده میتونین؟ فکر میکنم رنگ سرخ بالا از یوتیوب باشه. کوکاکولا است. یوتیوب برند از گوگل حساب میشه، از او خاطر ما رو مستقل حساب نمیکنم. خیلی خوب، میریم نفر بعدی. آیفون X9 است، نامش نوشته نیست. اگر صدای ما رو میشنوی خود دست بزن کدامش میتونی که تشخیص بدی. فکر کنم اونا متوجه نیستن. فاطمه جان شما صدای ما رو دارین؟ خب مصطفی جان شما صدای ما رو دارین؟ مایکتان میوز از اگر صدا رسید. خب پلوشه جان شما کدام شاید صدا میتونین؟ اونو رنگه که آبی تیره کی هسته، رنگ تیره پالوی کوکاکولا. او 4 رنگ است، آبی، سبز، زرد، وسط سرخ. خب یک رنگ جدایی نیست تنهایی؟ نه خیلی 4 رنگ است. کدام برند است که 4 رنگ است؟ برند مشهور. نمیفهمم. کدام تا دیگه شاید صدا میتونین؟ رنگ زرد، رنگ آبی دیگه، گلابی و آبی. گلابی به خاطر روزای شاد و این چیزا نمی باشه؟ می باشه، اما کدام برند برای شما یادآور میشه؟ یا می رنگ میبینی کدام برند یادتون میاد؟ آیدم. این آبی آخر آواز میکنیم میبینیم چی است. تلگرام است. 3 تا آبی تقریبا یکی استفاده میکنه. چرا شبکه‌های اجتماعی معمولا رنگ استفاده میکنه؟ به خاطر مفهومش است. رنگ آبی امنیت، احساس امنیت برای ما و شما میرسانه. فرخنده جان شما کدام شاید صدا میتونین؟ استاد فرخنده فکر جان شما میکنم صدا. از این 4 طرف این دو برند است که هر روز ما استفاده میکنیم، باید آشنا باشین. طرف چپش 4 رنگه. ای باشه. اینترنت تان ضعیف است، فکر کنم صدایتون درست نمیاد. کدام برند گفتین؟ بیبی استاد. خب ما کلیک میکنم ببینیم چی است. مایکروسافت است. ما شما مایکروسافت دیگه ورد و اکسل و پاورپوینت هر روزه استفاده میکنیم تقریبا. خب وسیق خود الله. ویندوز. خود ویندوز مسئول اصلی یادم مرا. وسیق الله جان خودتان کدام شاید زده میکنین؟ 3 برند دیگه باقی مانده. سلام به همه. در پالوی کوکاکولا فکر کنم گوگل باشه. بله دقیقاً گوگل است. خیلی خوب، تشکر. و خواستم. زبیولا جان شما 2 برند باقی مانده. خب، 2 تا رو من خودم باز میکنم. زرد دیوید مکدونالدز است و اینی رو خودم هم یادم نمیاد، تیک تاک.
تیک تاک هم استفاده نمیکنم از اون خاطر بلد نبودم. خب دیدیم که یک تعداد موفق بود که فقط توسط رنگش تشخیص بده که کدام مسئول است، در حالی که رنگا در اسکرین متفاوت معلوم میشه. به می اساس اون خوب است که هر چیزی که طراحی میشه محور یک محصول یا یک سازمان باید اونمو المنت های طراحی و تصویریش یکسان ثابت استفاده شود که اینا بیشتر رنگ، فونت و لوگو می باشه. خب میایم اینا درباره برندسازی شخصی صحبت میکنیم. اما قسم که برند باعث میشه که یک محصول انتخاب شود، اما قسم برند محصول میشه که در بین جمع از دیزاینرها مشتری فقط یک دیزاینر انتخاب کنه. و اما قسم که ما شما در برندینگ یک محصول یا یک کمپینی یک نام و لوگو ضرورت داشتیم، در برند شخصی اون نامش وجود داره، فقط چی میکنین؟ یک لوگو طراحی میکنین که لوگویتان هم یک مفهوم باید داشته باشه که اون هدفتان یا رویایی که شما توسط کارتان تصور میکنین چی کنین؟ اونمو را بک نوع به صورت تصویری با لوگو بیان کنین. مثلا ما لوگو رو 2 حرف انتخاب کردیم، NOK، حرف اول نام و تخلص که اون مثل یک بال و پرواز است. دیگه ای که در این قسمت هم در برند شخصی رو شما تیم سازی میکنین. تیم سازی روش‌های خیلی زیاد وجود داره. یکیش پست‌های شبکه‌های اجتماعی تان است که اون رنگ ثابت خودتان استفاده میکنین و لوگویتان در کلش استفاده میکنین و می اساس فونت را که شما انتخاب میکنین برای کارتان چی میکنین؟ او رو همون قسم ثابت استفاده کردن میرین در کلش. و پروفایل و کاور است که خیلی مهم است. وقتی یک پروفایل شما طراحی میکنین حداقل برای یک مدت طولانی پروفایل در کل جای ثابت در کل شبکه‌های اجتماعی تان یکسان استفاده کنین، به خاطر ازی که اون هر کسی که میبینه آشنایی پیدا کنه و سریعتر بتونه شما را تشخیص بده و کاور هم باعث میشه که بیشتر از اهداف و نوعیت کار شما برای مخاطب پیام بده. و شما میتونین که مثل یک شرکت در شبکه‌های اجتماعی فعالیت داشته باشین. میتونین که در چالنج‌ها اشتراک کنین. یکی از چالنج‌های مشهور هم 100 روز است که شما در 100 روز هر روز یک کار را انجام میدین و با شبکه‌های اجتماعی و اشتراک میگذارین. و دیگه استفاده از هشتگ‌ها هست که میتونین از هشتگ‌های مشهور استفاده کنین. در کنار از اون میتونین برای خودتون یک هشتگ بسازین. دیگه تولید محتوای حرفه‌ای است که میشه شما دانشتان را به صورت منظم قسم دوباره پس ارائه کنین نظر به مخاطبه که خودتان تعیین میکنین که مخاطبتان دیزاینرها یا ای که مخاطبتان کسایی که دیزاینر نیستن که اونا شما نظر به دانش کن اونا را به زبان ساده میفهمونین هر موضوعی که میخواین. مثلا اینجا چند پروژه که ما انجام دادیم، یکیش کلمات تصویری که امو مارک و تصویر هر کلمه، مثلا کتاب اونو علامه نشان میده که کتاب است. مثلا موتر خود بودی موتر استفاده شده، اون ساعت مثلا. این یک چالش بود که من تا 17 روز فکر کنم ادامه دادم. پس بعدش سخت شد برم به خاطر که ما شما آدمای منظم نیستیم، تقسیم اوقات نداریم و اگر ما تقسیم اوقات داشته باشیم اطراف ما هیچ کدامش نداره و سخت است که ما شما منظم یک کار رو دوام داریم. خب من همیشه دیگران رو مقصر میدانم خودم در پولیش مقصر هستم. به این اساسی کمک میکنم مثلا من دیزاین اول در 4 ساعت انجام دادم. یعنی فقط اینمی یک کلمه را که شما میبینید من 4 ساعت تلاش کردم که تا دیزاینش تکمیل کنم. اما روز سوم و چهارم این 4 ساعت تبدیل شد به 1 ساعت، در حالی که کیفیت کارم از 4 ساعت هم کده بیشتر شد. به خاطر از اینکه اونم تمرین باعث میشه که شما کارتان بهتر شود و سریعتر انجام بدین یک کار. دیگه پروژه های شخصی میتونین داشته باشین. مثلا این پروژه شخصی برای شما چی کمک میکنه؟ مهارتتان بیشتر میسازه و تکنیک های جدید یاد میگیرین یا پیشرفتتان سریعتر میشه. وقتی شما یک پروژه رو میان شروع میکنین و پروژه رو در جریان انجام شما تحقیق میکنین، عملی میسازینش و اینی چیزها رو در او بین یاد میگیرین. دیگه پورتفولیو است. وقتی شما یک کار علمه قدر طراحی هایی که شما انجام دادین، کارهایی که یا
مشتریایی را که شما براشان پروژه انجام دادین باید یک جایی باشه که کلگی منظم کارهای شما را ببینه. این حال شما با مهارت‌های دیزاینتان کار خودتان پس به نمایش میگذارین، اما قسم که کار دیگه کمپانی‌ها و سازمان‌ها را به نمایش میگذارین، در پورتفولیو نوبت به خودتان بین یک پورتفولیو برای خود جور میکنین، خودتان معرفی میکنین، مهارت‌هایتان را تشریح میکنین، کیا را یاد دارین و دیگه ای که چه قسم میتونه با شما به تماس شوه، پروژه‌هایتان که کار کردین قبلا در اونجا با شوکیس جور میکنین و منظم کلش به صورت گرافیکی تشریح میکنین. یعنی هر کسی که میبینه میایه وبسایت شما را باز میکنه، با شما آشنایی پیدا کنه و ببینه که نوعیت کار شما چه رقم است، اون علاقمند شد با شما به تماس شوه و همه قسم کلش کار شروع کنه. خب بس ما تا همیجا بود و هر کسی که سوال داره میتونه بپرسه. تشکر نیازان. ما دیدیم که دوستان سهم گرفتن و ما در قسمت چت هم نشته کردیم که اگر کسی دوستا سوال دارن میشه شریک بکنن. الان فرصت خوب است، هر کس میتونه مایک خود آن بکنه و سوال خود مستقیم پرسان کنه. و فکر میکنم بسیار خوبش تشریح کردیم، این جای سوال نمونده. سلام به همگی، امیدوارم یک جور صحتمند سلامت باشین. نیاز جان تشکر از شما، واقعا یک تشریح خوب کردین که فکر کنم که هیچ کس نخواد داشته باشه که یک جای از پیشش مس شده باشه. سلامت، تشکر. سوال خاص فعلا پیش نیست. خب اگه سوال بعدا یاد اومد اونو میتونید از طریق شبکه‌های اجتماعی یا هر گونه دیگه که برای خودتان لازم است میتونید از ما پرسان کنین و تا جایی که میفهمم براتون جواب بتونم من. خب پایان جلسه ما شما همگی وقت خوش داشته باشین. حتمی از یادتان شب از فصل روز است اینجا. شب خوش به همگی. تشکر از همه دوستا که اشتراک کردن. نیازان تشکر از خودت. واقعیت بسیار موضوعات نو بود که من خودم شخصا یاد گرفتم. دوستام در پیام گفتن که واقعیت موضوعات بود که بیشتر در کل برندینگ معرفی کردیم. اکثر دوستا شاید معلومات نداشته باشن یا به این شکل که مقایسه‌ای دیدیم که از بزنس با شخصی چی تفاوت داره و چقدر میتونیم که هر دویش استفاده بکنیم و تجربه که از یک بخش یاد میگیریم در دیگر بخش استفاده بکنیم. بله دقیقاً. برای دیگر بخش‌ها شاید پرسونال برندینگ زیاد مهم اما برای دیزاینر خیلی مهم. وقتی هر کار رو که در شبکه‌های اجتماعی یا در هر جایی که انجام میتن باید به یک نظم خاص انجام بدن تا اینکه اونمو به حساب پرسونال برندینگشان حساب شوه و هر کسی که مخاطبشان هست همراهشون بیشتر آشنایی پیدا کنه که اینمی باعث میشه که اینمی دیزاینر انتخاب شوه. وقتی شما کل قوانین پرسونال برندینگ میگه داره به صورت مفید استفاده کنین. هر کسی که شما رو میشناسه اگه دیزاینر ضرورت داشته باشه به اول شما رو انتخاب میکنه به خاطر که شما اونمو نتیجه رو به دست آوردین، یعنی شما اونمو احساسات داره که مخاطب حس نزدیک بودن برای شما میکنه یا شما رو معتبر فکر میکنه، کارتون رو با کیفیت فکر میکنه، اونمو رو شما وقت ایجاد کردین. دقیق. در قسمت آخر موضوع پورتفولیو شد. یکی از برنامه که در کمیونیتی دوستا شاید متوجه شده باشن بخش پورتفولیو است. از دوستایی که اینجا نو جوین کردن اگر میخواین که در پورتفولیوشان ظاهر شود دیگه اعضایی که در گروپ هستن آشنایی داشته باشن. ما شاید آشنا نباشیم نشناسیم به این شکل اعضای دیگه در گروپ هستن. خوب است که در ایمیل کمیونیتی ما در چت نشته میکنم
شریک بکنن پورتفولیوی خود که ما بتانیم در گروپ دوباره با ساختار کانون اندیشه آماده کرده شریک بسازیم و دیگه دوستان که هستن بشناسن که کدام کارا را شما کردین. شاید یک دیزاین بسیار فوق العاده یا یک دیزاین که فعلا در افغانستان کلگی برش آشنا باشه اما این نشناسن که همین لوگو را یا همین طراحی را کی کرده. تنها در بخش دیزاینی در هر بخشی که مثلا اگر از ویدیو است، یک اعلان بازرگانی است یا اعلان تجارتی است، یک پوستر است، یک بلبورد است، همیشه دوستای دیگه هم آشنا شد. خب یک تعداد درخواست سلاید کردن، ما اینمی ویدیو رو کلش در یوتیوب چیز میکنیم، اپلودش میکنیم و از راحت میتونم میگیرید کسی پیدا کنه، از سلاید کده بهتر در کنارش اون تشریحات هم وجود داره.